امروز در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان وزیر مدافع فدراسیای روسیه سرگئی شویگو را به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مسائل مهم همکاری دو کشور مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان تاکید داشتند که رشد من بعد مجموعه مناسبت‌های شریکی استراتژیکی تاجیکستان و روسیه یکی از افضلیت‌های اساسی سیاست خارجی دولت ما میباشد. جانب‌ها مسائل‌های همکاری حربی و حربی تکنیکی، وضع و دورنمای همگیرایی کشورها در این ساحه‌ها را بررسی کردند. در جریان ملاقات همچنین موضوع‌های مبرم مورد توجه جانب‌ها از جمله مسئله تامین امنیت محاکمه کرده شد. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty